ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода дар форуми байналмилалии сармоягузории Тошканд иштирок намуд. форуми байналмилалии сармоягузории Тошканд бо сухани ифтитоҳии президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев оғоз гардида, доир шудани ин тадбири муҳим барои таҳкими ҳамкорӣ дар самти соҳибкорию сармоягузорӣ муҳим арзёбӣ карда шуд. ضمن معرفی امکانات مساعد سرمایه‌گذاری، سروازیر جمهوری تاجیکستان تاکید نمود که در 8 سال اخیر افزایش میانه سالانه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 8.5% را تشکیل داد. پیشنهاد امتیازهای اندازی و گمرکی، تأسیس 5 منطقه آزاد اقتصادی، دستگیری دائمی نمایندگان بخش خصوصی، فضای مساعد سرمایه‌گذاری، وارد شدن تکنولوژی معاصر و افزایش استحصال محصولات صنعتی بر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مساعدت نمود. تنها دوام 5 سال اخیر به تاجیکستان در حجم 11.6 میلیارد دلار سرمایه خارجی جلب کرده شد. در فورم راهبران دولت‌ها، سروازیران، نمایندگان تشکیلات‌های مالیوی و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران اشتراک نمودند. سروازیر جمهوری تاجیکستان شریکان رشد، نمایندگان بخش خصوصی و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را برای اشتراک در فورم بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 که ماه اکتبر برگزار می‌گردد دعوت نمود. در همین روز پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهیر رسولزاده را به حضور پذیرفت. تاکید گردید که تاجیکستان و ازبکستان را عنعنه‌های نیک چندین نسله همسایگی نیک و احترام همدیگری متحد می‌کند. جانب‌ها دورنمای رشد استوار مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و تحکیم همکاری سازنده را امیدبخش ارزیابی نمودند. طوری از تحلیل‌ها برمی‌آید دوام سال‌های اخیر رابطه‌ها بین تاجیکستان و ازبکستان در حال رشد است که از ثمره تطبیق سیاست سازنده سران دو دولت به هم دوست و برادر منشأ می‌گیرد. جانب‌ها استفاده امکانات‌های ایلاوگی را برای تحکیم بخشیدن آن ضرور دانستند. در ملاقات هیئت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان که تحت ریاست سروازیران دو دولت دایر شد، پهلوهای گوناگون همکاری دوجانبه محاکمه گردید. سروازیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپوف تحکیم رابطه‌های دوجانبه را به سیاست سازنده سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان مربوط دانست. سروازیر جمهوری تاجیکستان قاهیر رسولزاده دایر شدن فورم بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاشکند را برای رشد رابطه‌ها در سمت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری مهم ارزیابی نموده، فراگیری بخش و ساحه‌های نو را در رابطه‌های دوجانبه به نفع هر دو دولت دانست. در دایره ملاقات هیئت‌ها توجه اساسی به استفاده منبع‌های طبیعی و تحکیم بخشیدن همکاری‌ها در ساحه انرژتیک روانه کرده شد. با توافق رسیدن و پهلوهای نو را فراگیر شدن همکاری در بخش‌های ساحه انرژتیک به نفع هر دو جانب دانسته شد. تذکر داده شد که سیاست سازنده راهبران دو دولت برای توسعه منبع همکاری دو جانبه زمینه مستحکم فراهم می‌آورد.